به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان خوب من، خانم ها، آقایان، Ladies and gentlemen، سلام. اصلا اینجاش خنده نداشته. میدونید مقصر نیست سلام میکنم میخنده، میگه فقط دو تا ایرانی میتونن وقتی به هم میرسن عوض از سلام به هم فوش بدن. چه سوال اینجا سیگار خواننده مردمی و محبوب و دوست داشتن. شما اگه من میدونستم از کجا عکس میگرفتی متوجه میشدم که سوراخ‌های دماغ من جای جذابی نیست که لنزشو زوم کرد مثل زبون مگس تا اینجا اومد. عجیب غریبه، بعد کاسا من میشود این اینجوری اون اینجوری. عجیب غریبه. با هم عشق شناختی نزن به خدا اون بود. به اهل بقیه ای؟ It was okay. همه چیزمون من برم میگم با همه جای دنیا. حالا این چیز کازم میگفت نگو، اما میگفت نگاه کن در ایران دو تا دختر به هم میرسن اولین چیزی که به هم میگن چیه؟ تا سلام میکنن سلام شوهر کردی؟ دو تا پسر به هم میرسن که داری عمت خوبه؟ میگفت در مثلا خارج هر کجای دنیا در باغ وحش دارن دو نفر میرن با هم میگه یهو یه میمون رو درخونم. This monkey is fun. It's a white که چون میکنه با دوستش با هیجان کنه میمون رو درخت جذابه چقدر با مزه است. تو ایران میگه واسه دو تا پسر رفتن بابا اصغر بابا دو درخت نگاه میکنه. اصغر میگه منتظر عمت هست. من نمیدونم، شما میدونم، اونا نمیدونم. اما هرچی هست فیلم و سریال های ما از این فیلم و سریال های ماهواره‌ای بهتره، خیلی بهتره. مثلا میگفت دیالوگ ها رو نگاه کن در یک فیلم ایرانی پدر پسرش میگه پسر پدرش پدر به خاطر همه زحمت‌هایی که برای من کشیدی ازت ممنون، دوست دارم بابا. در هندوستان نمایش فیلم هندی هست و دیالوگ پسر با پدر اینجوریه پدر من آتا کشتی همش دنبال بکش دیدی یک نفر حریف گردانه. عجیب غریب این هندیان دست آبادانی ها از پشت بستن. در سریالای ماهواره‌ای پدر من کیه؟ بابا این کیه؟ که اگر من بخوام در این مقطع خلاصه معنی تمام فیلم و سریال های ترکیه رو برای شما توضیح بدم میشه این یک بیت شعری که من خدمت شما دارم. تمام سریال های ترکیه رو جمع کن خلاصش میشه یه بیت شعر. دوست من دوست داره با دوست داره همه جوان با هم دوست بشن همش هم زنای شوهردار با مردای متعهل میخوان دوست بشن. آموزش قابل فساد اخلاقی. یه بچه‌م نشسته اون وسط داره نون ماست میخوره معلومه کی هست. وقت به اینجا راهنگاه میگن خزاخی. والا با هم اینا تو مهمانیاتون معلوم نیست چه کار میکنه. بزن نمیره با خواجه امیری به رفته که اون بگه برای آخرین بار هم بگه بترخون کمر برای آخرین بار تموم میشه بسید. بله تأثیر پذیر فیلم ها اشاره کردن که وقت بنده هم تمام هست. واقعا خیلی زود گذشت مدام. یعنی ادامه بدیم برنامه رو. Sorry. میگفت
حسن این آهنگای ایمیلی که میاد این که اول تو تاکسی ها بینی که آهنگای خزافی اول تو تاکسی ها پیدا میشه. من میگم حسن این آهنگا اینه که تو این تاکسی نشستی داری گوش میدی میگه بیا دوری کنی از پیاده بشی میدون بنک میری به سمت بولوار بری تو اون تاکسی دیگه میشینی میگه که میا ادامهش اونجاست. هرش میکنه یا کاری باید نداره برو خونم فکر کنم اون از من بترسه اون منو قورسم میده اما یه لحظه اونجا دیدم رنگش پریده فکر کنم فشارش افتاد فکر کنم فشار اون بیفته سالن میفته یکی نیست عزیزم مهم اینه که پولدار باشی نگاه پولدار که باشی همه معایبت البته ایشون حسنه من دوستش دارم چون خودم لاغرم عقده‌ای هم یکی دوست دارم